با سلام، با سری برنامه‌های آموزشی گروه ماهتیسا در خدمتتون هستیم. این قسمت درخت پاولونیا. شاید اسم این درخت کمتر به گوشتون خورده، اما باید بدونید که یکی از پرسودترین مشاغل در بخش زراعی کاشت درخت پرکاربرد پاولونیا است. پاولونیا که یکی از تندرشدترین درختان جهان شناخته می شود، بومی آمریکای جنوبی و کشور چین می باشد که چند سالی است با سفارش وزارت جهاد کشاورزی به ترویج و پرورش آن به خاطر منافع مالی و خواص زیست محیطی آن پرداخته شده. از مصارف متعدد این درخت می توان به مصرف برگ و شکوفه‌های آن برای خوراک دام و طیور و تغذیه زنبور عسل به خاطر شهدزا بودن گل‌های این درخت اشاره کرد. چوب آن با داشتن وزن کم بسیار مستحکم و انعطاف پذیر است. از این رو کاربرد آن در صنعت زنبورداری، مبل و منسوجات تزئینی، صنعت کشتیرانی، ساخت سبد میوه، کابینت، وسایل ورزشی، کبریت سازی، کاغذ سازی، زغال و بسیاری مصارف دیگر حائز اهمیت است. تا اینجا حتما به اهمیت این چوب با ارزش پی بردیم. اما تکثیر یا روش کشتان. پاولونیا در هر خاکی الا خاک رس قابل پرورش است و تا دمای منفی 27 درجه نیز مقاومت دارد. تکثیر آن به روش کشت باف بوده. غنچه یا همون سرشاخه گیاه را ضد عفونی کرده و سپس در محیط کشت که اصطلاحاً به آن آگار گفته می شود قرار می دهند تا گیاهچه اولیه شکل بگیرد. سپس به مدت 3 هفته در یک شیشه دربسته و در شرایط استریل قرار می دهند تا زمانی که قد یک وجب رشد کرده باشد و بعد آن را به گلخانه منتقل می کنند. یکی از مراحل مهم تکثیر و پرورش این گیاه آداپته کردن آن است، یعنی هماهنگ کردن گیاه با محیط اطراف، چرا که گیاه بعد از خارج شدن از شرایط استریل باید از نظر رطوبت خاک، دمای هوا و غیره با محیط بیرون هماهنگ شود. بعد 2 تا 5 ماه بسته به شرایط نگهداری آن، درخچه شما آماده انتقال به محیط باز است. درخچه را نباید پای دیوار و اطراف لوله آب کاشت. همینطور فاصله مناسب کاشت درخچه ها 3 تا 4 متر از هم است. مناسب ترین خاک برای رشد گیاه پاولونیا خاک لومی، شنی و یا خاک ماسه‌ای است. بهترین حالت رشد نیز در زمین‌های زهکشی شده است. توجه داشته باشید که این درخت تا 1 سال اول نیاز به هرس و آبدهی دارد، اما بعد از آن تا 5 سال که به بهره برداری میرسد به مراقبت خاصی نیاز ندارد. چوب حاصل از 1 هکتار زمین زیر کشت درخت پاولونیا بین 50 تا 150 متر مکعب می باشد که بازار فروش فوق‌العاده پررونقی نیز دارد. در انتها لازم به یادآوری است چوب درخت پاولونیا به خاطر رنگ روشن، نرم بودن و مقاومت در برابر پوسیدگی از ساخت خلال دندون و چوب بستنی تا پارکت و سربندی ساختمان کاربرد دارد. پوست، برگ و گل آن نیز همانطور که گفته شد در کنار خواص زیست محیطی آن، کاشت و زراعت این گیاه پرسود را بسیار حائز اهمیت کرده. در کنار تولیدات بومی به محیط زیست نیز اهمیت دهید.